اطباء نویسندگان به همدان تشریف آوردید، به دانشگاه علوم پزشکی همدان و انشالله که این دیدار مقدماتی و اولیه باشد، بتوانیم به حال به صورت رفت و آمد دو طرفه وجود داشته باشه و از اینکه به حال ایران رو دیدید و خوشحال شدید و ارتباطات بسیار خوب رو دیدید، مهمان نوازی ایرانی ها رو دیدید و تعریف کردید، من از شما سپاسگزار هستم. به هر حال این خوی ما منطقه پارس زبان هستش که همیشه خدمت شما عرض کنم مهمان نواز بودیم، همیشه انسان‌های آرامی بودیم. من در خصوص خدمت شما عرض کنم تاریخ ایران احساس می‌کنم این یک عبارت رو بایستی که یادآوری کنم، برای کل دنیا ارزش دارد که بدانیم ما که بودیم. وقتی که جهان غرب، رومیان، ما شرقی ها رو و این خاورمیانه رو و ایرانیان رو بربر مینامیدند، یعنی با زبان سخیف ما رو صدا میکردند، در ایران یک روز آخر ماه را به غیر ایرانی تعلق داشته و عن ایرانیا یعنی غیر ایرانی بهشون گفته میشده. به تعبیری ما اینقدر فرهنگ ایران و فارسی زبانان به تعبیری بهتر بالا بوده است که برای دیگران ارزش قائل بودیم، دیگر دوستی داشته ایم، مهرورزی داشته ایم و همه این خوبی ها رو ما داشته ایم و به خاطر همین دیگران رو هم در تاریخ خودمون آورده ایم. اما دیگران این گونه نبودند و کلمات خوبی به کار نمی بردند. من از اونجایی که دیدم همه پزشکان و نویسندگان اهل شعر هستند، پایان سخن رو با این شعر به پایان میبرم. ایها الناس، شما را به خدا سر باشید، آسمان سهم شما هاست کبوتر باشید، خاک محدوده تنگ است بالا بروید، حس پرواز قشنگ است بالا بروید، مگذارید زمینگیر شوید، در هیاهوی زمان مانده سپس پیر شوید. درود خدا بر شما. آفرین، 100 سال شوید.